سلام به همه، من مینو هستم. امروز میخوام بهتون آموزش پخت پاستای گوجا رو بدم. من همیشه مواد اولیه غذای تازه و از توی باغچه میچینم چون اینجوری غذا خیلی خوشمزه تر میشه. اول مواد اولیه رو خوب میشورم. با پیازها را به صورت نگینی خرد میکنم. و توی روغن داغ سرخ میکنم و هم میزنم. و بعد قارچای خرد شده را اضافه میکنم و هم میزنم. و گوجه هایی که پره کردم را بهش اضافه میکنم و ادویه هایی که تو دیسکریپشن نوشتم اضافه میکنم. و خوب هم میزنم تا خوب سرخ بشه. پاستا با خامه بهش اضافه میکنم و 20 دقیقه اجازه میدم خوب بپزه. کمی بهش کره آب شده اضافه میکنم و وقتی پخت بهش پنیر پارمزان و جعفری خرد شده اضافه میکنم. غذای ما آماده است. این غذا خیلی زود درست میشه و خیلی هم خوشمزه است.